به یاد نام خداوند بزرگ مهربان. سلام دوستا و بیننده های عزیز، امیدوارم جور صحتمند سرحال باشید. عزیزا همین که میگیرین ما همدم در بند همبستگی سنگجوی لومان که شما هم در ویدیو شاهد هستید که آب میبینید چقدر آب زیاده. یا این کارش هم هنوز تمام نشده، حدودا هیچ که کار نشده باشه، حدود 20 متر 25 متر کار شده فعلا. یالم که وقت مسئولش رفتن هیچ کس نه، هیچ کارمندایش هم رفتن کار ندن و چون وقت ما دیر رسیدیم. یعنی ساعت شاید 6 باشه، ساعت کارگرای ساعت 5 تعطیل نه دیگه، یا ممکن جمع هیچ کس نه دیگه. دوستا تا آخر از برنامه با ما یک جای باشید. تشکر. سلام دوستا و بیننده های عزیز، امیدواریم که جور و صحتمند و سرحال باشین. دوستای عزیز خوش آمدین. امروز نه ویدیو نظمو دیگه دوستا، ما امروز همده در بند سنگجوی لومان دیگه، طبق که بلدشمو بابای روحان جان گفتک دیگه همده اینجور بیننده باشی دیگه. بابای روحان نشو بدی او قبلا خیلی زیاد بوده، امسال که باریش نکده قصا او کم شده دیگه. اونو خط را شاید دوستا شما در تصویر بیننده باشید که تانزو خط را او بوده، معلوم میشه شاید بابای روحان معلوم شده نمیشه دیگه. اون تو قسمت را دوستا قبلا او بوده، امسال به آویه چون کم شده اوشی، بازم شکره، میشم شکره دیگه. بندم زیر ساخته دیگه، طبقی که شما بیننده این دیگه. دوستامو خیلی معلومات آنچنانی نداره، ولی کوشش نکی مثلا یک دن نگهبان اینجا از او سوال کنی چند سال میشه که جور کده اوش تا چی حد بوده دیگه. دوستا شما باشین قد از ما. سلام دوستان عزیز، امیدوارم که خوب باشید. امروز دل به دریا خداحافظ آفرین. سلام دوستان خوبین، سلامتی جان خوبه. امروز انده دریا. خب دریای کجاست؟ سنجای. توس کجایی؟ ما از سخته این دختر است کی؟ دختر خداداد. نام تسخنه؟ نامی یاسمین. آفرین. فرهاد بیا تو سلام مونی وجهی امیر کم بگی سلام بگی. سلام استاد. آفرین. متعجلی کم بگرد باشه. سلام کو متعجلی استاد. استاد فرهاد سنا اینی طرف میکنه. علی اتوجی لب دریا پن سنجوی. توس کجایی؟ سخته با چیست کی؟ باجی اتوداد کجا هم ده؟ چاد پن. قبلا در کجا بودی؟ خانهش مزی پیش در کجا بود؟ ایران در کجا ایران بودی؟ تا کجا ایران بودی؟ تو پرتمک نه بوشه. در بوشه بودی؟ تو بوشه بودی؟ نه تو نکوی مصایبه نه؟ بابای و چای هم ده؟ الان هم دن؟ ماما تو اینجا الان هم دن تا سخته که هم دن. خب بگی نه؟ سخته دیروز تا سخته که هم دن؟ تو مامشه؟ خب دیگه کار نداری؟ نه دیگه گفتنی نداری؟ دیگه گفتنی نداری؟ فیلم تو خالای سلام تو خالای سلام که کفا؟ سلام خالای. تو سلام خالای. خالای نمیشه در تو هم میشه. سلام خوبی؟ اینجا اسم تلفن سن کو تلفن. اینی اولای مودا. اولای سلام خوبی؟ سلام. آجای سلام خوبی؟ سلام. آجای جان خوبی؟ جور سلامتی؟ خوبی؟ خب دوستای بیننده های عزیز، ما هم دم در کنار از کاکای هستیم که بنده خدا خودش معلومات میده که چقدر دیر اینجا کار نه و چقدر پیشرفت داره و کارشه. کاکای جان سلام. سلام. خوبی؟ جان تجارت سلامتی؟ سلامتی. در اول خود معرفی نه. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ارادت خدمت همه بینندگان عزیز سلام تقدیم می‌کنیم. ان شاء الله در هر جایی که هستید جور و صحتمند باشید. تشکر. و همچنین خدمت شما سلام تقدیم می‌کنیم. دست در نکنه. جور و صحتمند باشید. خب کاکای جان اول بگی که تو به حیث راننده لودور خب یک سال یعنی دوم ساله که اینجا فعالیت مون. خب دیگه شروع کار از این کارم به نظرم در سال 1400 شروع از این تحت گذاری بند شده. دیگه ما خودم
یعنی از پارسال کار کردیم، امسال هم کار مونیم کنالی برای ششم دیگه. آره پنجمه که ششم. ششم امروز 4/6 درسته؟ دیگه بفرمایید دیگه کدوم خب سوال کاکای تو معلومات دقیق و چقدر آب داخل شه، چند متر ارتفاعش، چند متر کار میشه، کلا چی ارتفاعی کاملا میتونه کار کنه؟ ایرا تا 40 متر در نظر دارن که کار کنن. اون خط سرخ در بغل دیوار معلوم میشه، آخرین ارتفاعش اونم 40 متری تا اونجا هست. دیگه فعلا هم که فکر کنم یک 12 متر یا 13 متر بیشتر آب نیه، چون آب به مرور زمان مصرف شده. ما را آب برای کشاورزی و زمینا که مصرف مونن، آبی که از بالمایا کمه، زیادتر از اینجا از ذخیره استفاده میشه. آب کم شده، ما را احتمال داره تا آخر سال بخی خلاص نشنه. خب تعداد کارگر اینجا که چقدر کارگر کار مونه؟ تعداد کارگر البته 100% نیه که دقیقاً هر روز هم یک تعداد بشه. یک روز کم یک روز زیاد. 45 شروع تا 65 60 تا می حدود داره اصلا کارگر. فعلا ارتفاعی بند تا چه حد شده؟ فعلا 30 متر. 30 متر؟ بند 30 متری رسته. احتمالی هم کانکریت ریزی خلاص نه. احتمالا اگر هوا فرصت داد، وقت داد، یک متر دیگر هم میاد سرزو، یک متر دیگر باز چی شروع میشه انشالله. سیخ بندی و کانکریت ریزی. بسیارم. دیگه ارتفاع همین ملگردایی که بالا جوش چشته کار شده تا این قسمت فعلا شاید این سالش بتونین کار کنین یا نه؟ نه تا این قسمت امکان نداره. ما خیلی زیاد اگر کار بتونیم احتمال داره که یک 80 سانتی کار کنیم، باز سر زو جال بافته میشه، باز قالب بسته میشه. قالب که بسته شد یک 20 سانت کانکریت ریزی میشه. این طول عرض چنده؟ عرضی برای فعلا کسا چیه؟ 10 متر. خب این از پایین کم شده یا از پایین زیاد بوده دیگه. 25 متر یا 26 متر بوده، اما کمش تا رفته اون مشخصه دیگه. 48 سانتی عقب نشینی گیره. بازم هم به می سیستم ادامه داره. در آخر فکر کنم 3.5 متر مونه. خب بالای بندا که متر باشه کار تمام. این قسمت که چی بوده، لکه بوده قبلا تا این قسمت آب بوده؟ این منطقه که اون چی جریم او کاملا مشخصه. آب تا اونجا بوده، این زمستان گذشته تا اونجا رسید. در 65 روز پرشته دیگه بند یک منطقه را باریک و پیاده و چی میگه از اونجایه. در ضمن کدام چشمه خاصی هم نداره در مسیر. خب بعض جاها شاید دگان چشمه باشه، ولی در اصل آب قول دیگه. آب قول که برای فعلا چی؟ برای فعلا هم آب میاد؟ برای فعلا هم آب میاد. همین اندازه که آب خروجی داره میاد یا نه کمتر از این میاد. شاید در طول روز گفتم دیدیم که بیشتر از 2 اینچ نخواد باید میزمون. چون دیگه سال خوشخویی سال کم شده ما را سال به سال دیگه. امسال خب بیخی مارندگی کم بود. خب این بند یعنی در سطح جاغوری یا سطح مثلا کدام ولایت بزرگترین بنده یا مثلا کوچکترین بنده در نظر شما؟ در سطح جاغوری خو بزرگترین بنده. یعنی شاید گفتم میتونم که در سطح هزارجاد هم بزرگترین بند. قوی ترین بند، مستحکم ترین بند، همزی که بالاتر نباشه. چون ما در جاهای دیگه هم کار کردیم، یعنی یک قدر سیخ و مصرف و محکم کاری که در اینجا صورت گرفته، حتی در بعضی بندهای دولتی ما یک قدر سیخ رو مصرف شاید نبودیم. هزینه زی کاملا کمکای مردمی تا حالی هیچ کدام سهمی نداشته دیگه. تازه بعض وقتا مالیات هم میگیره از سنگای معدن، سنگای کو. درسته. خب باز ما تشکری مونم از تمام خیرین عزیز که دست یاری و همکاری دادن تا این بند تا این حد تا این سویه که بالا آمده پیش رفته. تشکر مونم. ولی بازم از مردم خیر عزیز که از همه هموطنان عزیز، همه چی هموطنان چی غیر از هموطنان میتونم تقاضا کنم کمک کنه این بند تا بتونه در بالاترین سطح اصلیش برسونه دیگه. خب تشکر کاکای از معلومات شما. خیلی معلومات مفید دادید. چیزی که بازم قابل یادآوریه، خیرینی تنها برادر مربوط به جاغوری همکاری نداشتن. خیرینی از کابل گرفته، از برادرای افغان، برادرای خیلی بالا نام تیمورشاه این از منطقه تنگه تا حالا یک دوره باریک و پیاده و چی میگه از اونجا خبرم ندارم. در ضمن کدام چشمه خاصی هم نداره در مسیر. خب بعضی جا شاید گان چشمه
نیم لک رسیده ولی در اصل آب از یک خود شخص. از یک شخص فعلا چی خیلی خاص از تماشا برای فعلا هم آب نه میاد. دیگه همه اندازه هزینه حقوقش ماهانه یا روزانه یعنی حقوقش به طور کامل بیشتر از حقوق خدمت تاریخ پس نافتیده دیگه خیلی اگر دیر باشه تا مثلا سال کمشته مورد سال دیگه بارندگی مرندگی کم. خب به این بند یعنی در سطح جغرافی یا سطح مثلا کدام ولایت بزرگترین بنده یا مثلا کوچکترین بنده در نظر 2 میلیون در سطح جغرافی خوب بزرگترین بنده یعنی شاید گفتم میتونم که در سطح هزارجات هم یعنی بزرگترین بند قوی‌ترین بند مستحکم‌ترین بند مثلا چیزی بالاتر نباشه چون ما در جاهای دیگه هم دولت یا کدام دولت دیگه سیخ و مصرف کمکی محکم‌کاری که در این صورت گرفته قبل از حکومت امارات گرفت ماست یا نه شاید نه بعد از 1400 هزینه زی کاملا کمک‌های مردمی 3 سال دیگه دولت یادم نمانده کدام همکاری نداشت اصلا سهم نگرفت زمان امارات دیگه سوم سال دیگه تازه زمان امارات وقت مالیات شاید 4 تا بیشتر شد از این بند گفتم میتونیم که زیادتر از 4 سال خب برادر جان تشکر از این ما تشکر از تمام خیرین عزیز که سلامت باشیم یاری و همکاری دادن در این بند تا این حد تا این سویه که دور دیگه ما مزاحم تشکر شدم ولی بازم از مردم خیر عزیز این معلومات چی از همه هموطنان عزیز همه چی هموطنان چی غیر هموطنان میتونم تقاضا کنم خیلی ممنون